میگن در یک مراسم نظامی صف افسران و سربازان بودن، رضا شاه پهلوی داشت سان میدید، همین یکی یکی رد میشد، جلوی یکی از این افسرها ایستاد، دم گوشش چیزی گفت و رد شد. همه دیدن که این افسر چشاش برق زد، روی لبخند غروری روی لبش اومد. بعدن که مراسم تمام شد ریختن دورش، گفتن اعلیحضرت چی گفت به شما؟ اعلیحضرت چی گفت اون لحظه تو گوشت؟ اینم با غرور برگشت گفت که اعلیحضرت با دهان مبارک خودشون فرمودن که فلان فلان شده، دکمه یقت بازه. یعنی همین که فوش داده بشی کیف کرده. به دشنامی عزیزم کنی، تو فوش هم بدی من کیف میکنم.